شما در حقیقت می روید؟ بله. نروید. با آنها اهمیت ندهید. آنها همش را فراموش میکنند. باز شما را دوست می‌دارند. سببی رفتن من مردم نیست، بلکه با من باوری نداشتن زینب است و من رو خواهی گمان بردنش است. من به این سزاوار نیستم. بر روی خدمت های تسلیمیت دارم دیلو. خدا نگهبانت. التماس ایستید. اینقدر سراسیمه نشوید. به من گوش کنید. شاید سبب چنین رفتار زینب پدر و عمکش باشند. با شما گپ زدنش را نمیخواستند. شاید زینب برای به شما ضرر نرساندن آنها چنین رفتار میکند. لیکن من چنین گمان نمیکنم دیلو. یا شاید چنین رفتار کردنش یگان سبب دیگری داشته باشد. من آن سبب رو میدونم دیلو. برای من رو دوست نداشتنش چنین کرد. میدونست که اگر من رو پس زند از ده میروم. موفق هم شد. اگر یگان سبب دیگری باشد چی آقای طاهر؟ دیگر چی سبب شده میتواند دیلو؟ اگر چیزی رو میدونی گپ زن. من نمیدونم، اما شاید. بس دیلو، بس. سبب چنین رفتار کردن زینب این بیماری اوست. دیلو، میدونم که رفتنم رو نمیخواهی، لیکن التماس دروغ نگو. لازم نیست. فراموش کرده ای که تشخیص خونش رو خودم کرده بودم. اگر بیماری میداشت میفهمیدم. شما خونی من رو تشخیص کردید. شوخی میکنی؟ از تو بود؟ زینب نمیخواست که بیمار بودنش رو دونید. چه خیلی بیماری؟ ها؟ چه خیلی بیماری دیلو؟ گپ زن. سرطان خون. دیلا، دخترم. مرحمت عمک حمید. ما برای گرفتن ورقه طبی آمدیم. حاضر میورم. نتیجه تشخیص منفی است عمک حمید. یعنی چی؟ تو چی گفتن میخوای دیلو؟ روشن‌تر فهمان؟ یعنی اوضاح و بی اساسن و زینب ناحقی کردید. راست میگویی دخترم. باز این نتیجه را دکتر نداده باشد. شما با من باور نمی کنید عمک روفی؟ البته باور میکنیم دیلو. تشکر دخترم. آن به ناموس حالا هم دفن نشده است. دیده دکه آوازه ها دروغ بودند و دکتری بیچاره جبر کردیم. اگر من می بودم آقای روفی از این دیه نمی رفتم. اکا رفتیم اکا. تشکر دیلو. نمی ارزد. این چی خیلی می شود؟ یعنی سببی با من رفتاری بد کردنش همین بود است. زینب باوری هم نمی‌آید. تو راست میگویی دیلا. نباید از ده روم. براستی؟ زینب با من احتیاج دارد. اما با شما گفتنم رو نفهمد. خواطر نشو. بخیر از ما دیگر کسی نمیفهمد.
اکنون آرام شده دکا، آرام شده. به گپ مردم باور کرده خرید دخترم را میکشتن. خدایا من چطور به این آوازه ها باور کردم؟ خیلی خوب شد. اکنون از دختر دورتر میگردد. استیلال با آگریختن از من خلاص نمیشوی. یک طرفی سامی راه زنی را سر کردید؟ با تو گپ دارم گفتم. من با بیشاکی ها گپ نمیزنم. شما از من چی بخواهید؟ چی خواستنمون معلوم است. برات کجاست؟ برات مرده است. دروغ نگوی زلال. اگر مرده باشد خبرش در کجاست؟ خبرش را چی کار میکنید؟ چی خیل چی کار میکنه؟ شوهرت پسرم را کشت. خونی پسرم در بین مانده است. این حساب تمام شده است حامید. باز کله نوی نبراره. سال هاست که از پی پرداخت خونبه ها میدود. خونبه ها تمام نشده است و کار هم تغییر یافت. برات زنده بوده است. در این حالت خونبه ها را میدهی. برات مرد گفتم نمیفهمی. اگر مرده باشد مرده اش را، اگر زنده باشد خودش را میخواهیم. این را فراموش نکن. رفتیم اکا. رفتیم. خدایا من چی کار میکنم؟ دست و پایم بسته شد. خانه و درم از دست این به انصاف ها پریشان شد. اکنون چطور گفتم میتوانم که دختر پسری من است؟ چشمشان خون گرفته است. برات پسرم، من مادرت هستم. از این دیه باید روی، باید برآمده روی. اگر بابا نمیشدن به اون نشان من میدادیم. اینو اون نشان نمیدونم، اما تا وقتی که اون آدم در دهمون هست ما آسوده بودن نمیتوانیم. این دختر رو از ده راندن لازم. بله راست، یک علاج کرده او را از اینجا راندن لازم، وگرنه بر سرمون بلا میآورد. با اون نگاه کنید، باز چه باوی کار قدم میزد. تنیس دکتر، تو خودت را در اینجا کی میپنداری؟ تو میدانی با بخوا اینا چی کار میکنه؟ از این ده دف شو. صبر کن دکتر. گوش کن دکتر، هر چی زودتر از این دهت دفع میشوی، اگر نه واساس چی گپ شد؟ از دکتر چه میخواهد؟ کشی را همان را نگیرید بابا. او حقی در این ده ایستادن را ندارد. دارد. چه خیلی زود خوبی هایی برای این ده کردش را فراموش کرده. یک دو آوازه برآمد گفته در حال او را پیش کردن میخواهد. کنی پراکنده شده. من با او کفیلم. یکان کس با او گپ داشته باشد به نزد من بیاید. اگر بابا نمی‌آمدن میدانستم من چیکار کنم. خیر است که این دفعه اگر از نزدم برآید میدانم. پیش راهمون نمیگویستم و چیکار می‌کردم من میدانستم. رئیس لابه بابا، من با تو گپی ضرور دارم. مایلش با اتاق کاری هم گذارید. بگذار سبب اینجا موندن از زینب باشد. من راضیم. لیلا، بخیر از حالای زلال. با شما چی شد؟ چی حال دارید؟ حالم بد است لیلا. چون که گریختن برفین شما رو خیلی رو افتاده کرده است. شاید از برای همین باشد. فکرم همیشه با اوست که میدوند حالا او در کجا باشد. زود باشید. یاری دهید، یاری دهید. زخمی ها هستند، یاری دهید. چی واقع شد سینان؟ سربازان به ما هجوم ناگهانی کردند. کنی زودتر گذارید، زود باشید. با این طرف گذارید. چی شد سینان؟ حالت آنقدر خوب نمینموند. زخم پیشینم باز به درد دارم کیچه. برفین
تو در روز اول یک عملیات خوب رو دیدی، همین طور نه؟ بله دیدو، لیکن حالا هم نیتی به شهر رفتن را دارد. تو رو برفین، ما با سینان گپ داریم. رو. چی فکر داری؟ با او چیکار کنیم؟ چیکار کردنت را میدانی؟ با ما میماند. بعد این غوغا را دیدن کسی به این حال بی‌طرف شده نمیتواند. برای پرقوت کردن تشکیلات و دوا آدم لازم. باز زیادتر، باز هم زیادتر. کارهای نسبتی دکتر کردهتان درست نیست شهباز. چنانه میبینم تو هم به این کارها دخالت کرده، مردم را به پا خیزاندنی هستی. من چیکار کنم بابا؟ وضعیت معلوم است. با سخنان من مردم به جوش نمی آیند. همه از این واقعه باخبرند. دکتر را با سینان دیدن، همین طور نیست؟ همین طور، لیکن دکتر سینان را تبابت کرد. انا دکتر خائن است. گپم را نبر رئیس، گوش کن. سبب سینان را تبابت کردن دکتر این ده را از سلاح به دستان نجات دادن است. نخود بابا ابراهیم، از برای خدا کی به این دروغ باور میکند؟ مگر به وعده آنها باور کردن ممکن است؟ شما چه میگویید بابا؟ دکتر جوانی با عقل است، با سینان بازی خوبی کرده. سینان را فریب داده گفته است که زخم تیر اگر معالجه نشود به بیماری مرگاور برده میرساند. همین در هر دیشون پنهانی شرطنامه بستند. دکتر گویا سینان را تبابت میکند و سینان باشد به دیه و مردم آن دست نمیرساند. برای کشادن مقدم رازیگی میدهد. یعنی دکتر سینانی بی عقل را فریب داده است ها؟ دکتری بلایی. اکنون حقیقت را میدانی. سر را فاش نکرده به مردم گپ زن که دیگر به دکتر دشمنی نکنند. شما خاطر نشوید. محافظت دکتر در گردن من. مایلش رئیس. این سر دکتر در بینمان ماند. اگر سینان از اصل واقعه با خبر شود دیه را به خاک یکسان میکند. سیر در بینمان میماند بابا ابراهیم. من دهانم را مهر کردم. بسیار خوب. خیلی خوش آمدید بابا. خیلی خودتان را بسیار عذاب ندهید خالای زلال. چیکار کنم دخترم؟ حضور آقای طاهر آمده شما رو معاینه میکنند. دکتر از دیه میرفته است الا تو مگر نمیدانی؟ میدانم. رفتنی بودند اما از نیتشان گشتند. در دیه میمونند. میموند؟ برای به مادرشان خبر دادن رفتند. با کجا می روید خالای زلال؟ در رو برفین. اینجا گرمتر است، همه گرم میشه. هوا تاریک نشده براه برآمدن میخواهم. برای چرا انقدر سر و سمه؟ تو گرسنه نیستی؟ و تو خوراک بیارم. زحمت نکشید اپایکیچه، حضور میروم. میروی؟ با کجا میروی؟ از آمدنت باز گوش این هم را خوردی. این را از یادت نبرار که به هیچ کجا نمیروی. از این پس برای خلقت خدمت میکنی، لازم آید میمیری. همین طور. بخیر است رئیس؟ بخیر نیست. باید زودتر با سینم گپ زنم. مایلش. چه گپ شد؟ رفتن میخواهد. از اینجا راهی خلاصی نیست. به تقدیرش تن میدهد. دیگر علاج ندارد. اگر نفهمد من طرز فهم ماندنش را میدانم. آرام شو سینان.
من خودم حل میکنم. دختری جوان است، حالا از همه چیز بیخبر است، لیکن میفهمد. اول دشمنش را میشناسد، بعد جانش را فدا میکند. تو خواطر نشو، استراحت کن. آفرین. لبکه مرا جیغ زدی. این چه حال است؟ چرا انقدر پریشان مینمایی؟ رو به دختر خوراک ده و از او چشمت را نکن. آه دکتری بیناموس، در ده سرباز هست؟ زود به ده میرویم. دیدی؟ 2 نفر را گیر، زود آماده شوید، به ده میرویم. برای چی سینان؟ خیر زود باش. بخیر است سینان؟ سوال نده بردی، برای گرفتن جانی آن دکتر میرویم. زودتر. کاری خیزید آماده شوید. اکای بهرام بیا کمی خوراک خور. از من چی میخواهند؟ اکا من باید روم، باید به شهر روم. با مادرم همین خیلی مصلحت کرده بوده، در اینجا ایستاده نمیتوانم. اکای بهرام و من کمک کنید، مرا از اینجا خلاص کنید. کمک نمیکنید اکا. مادامی که این دور است، به مادرم خبر دهید که اومده مرا از اینجا خلاص کند. مایلش روم خبر میدیم. نمیروم گفتن چی معنی دارد؟ قرارم رو تغییر دادم مادر. سببش چیست؟ کنیگوی برای چی نمیروی؟ سبب ندارد، از فکرم گشتم. خدایا این بچه تماما عقلش رو گم کرده است. پسرم چند روز است که تو رو انتظارم که از اینجا رویم. شما روید مادر. برای چی شما نمی روید نمیفهمم. من دیگر کودک نیستم، مرا پرستاری نکنید. نمیروم، فهمیدی؟ تا آن زمانی که تو در این ده میمونی من هم میمونم. فهما؟ انا همین خیلی. مایلش مادر جان، عصبی نشوید. اگر خواهید میتوانید در اینجا بمانید. مادر جان مرا فهمید. چه فرق دارد در اینجا بمانم یا با استانبول بروم؟ مهمش یک جاییم. میدونم خانم رابیه، میدونم، اما چرا نمی رود؟ سببی نرفتنش در چیست؟ نمیگوید. همینقدر پرسیدم اما نگو. یگان چیزی مهمی هست که او راز رفتن باز میدارد، وگرنه بعدی اینقدر اذیت ها در اینجا نمیموند. زینب از من نرنج. عرف و عادت اینجا همین است. دخترم تو رو خیلی دوست می‌دارم. جانم را برایت فدا میکنم، این را فراموش نکن.
السلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر است؟ شنیدم که آقای حامد منو میکوفت. بله راست. تو را میکوبم رئیس. چی شده است حامد؟ گوش کن رئیس. با دخترت گویی که به دهانش نگاه کرده گپ زند. چی شده است حامد؟ قزوان میدانی این چیست؟ نمیدونم. خواندن و نوشتن رو نمیتوانید، لیکن در غیبت استخوان نداری. این اثبات بیگناهی زینب است. دختری من ناموسش را داغدار نکرده است. فهمیدی؟ گوش کن. یک بار دیگر درباره زینب آوازه دروغ براریم میکشمت. فهمیدی؟ من آوازه نبروردم. پس کن. دیه را تو با پاکیزانده ای قزوان. گوش کن رئیس. همه بلا از زیر پای دخترت میخیزد. اگر زبانش را صاحبی نکنی یگان روز آن را کنده میپرتایم. این رو نغز زکت به خاطر گیر. دختر من با تو نگفته بودم که از این کارهایت دست کش. به حالش گذار. هرچی بود گذشت به اون نرسید. با خدا من هیچ کار نکردم پدر. زبانت رو بریدم میپرتایم. ای دختر تو را نفس و نابود میکنم. تو مرا شرمنده کردی. خیلی ببینیم برا بگویم. زودتر برا بیرون برا. قریب دخترم رو میکشتم و دکتر هم جبر کردم. خوب کردیم که جبر کردیم. مگر برفین را با گناهی او از دست ندادیم. اکا بس کنید. دشمنی را با اون دکتر بس کنید. و دختر بیچاره هم ظلم کردیم. برفین میگوید. برفین رو فراموش کنید. برفین نیست دیگر. نیست رفت. فراموش نمیکنم. آسمان به زمین چسبد هم برفین را میگیرم. برای این همه کار را میکنم. حقلت را کار فرما. تو جای رفتن نداری. از رافی همراهی خلاصی نداری. او تو را به حالت نمیگذارد. همه بین یگان نفر به من دست رسانده نمیتواند. چون که خودم را محافظت کرده میتوانم. فهمیدی؟ من این را نمیخواهم. تنها میخواهم که مادرم را گرفته به شهر روم. همش همین. بله. مثل تو بوده ها تنها در فکر خود هستند. خلقت در زیر ظلم و شکنجه است. تو باشی در فکر خودت. این را به تو هیچگاه نمیبخشند. هم تو را و هم مادرت را نیست میکنند. بیچاره ها. بله راست. شاید من بیچاره باشم، اما هیچ نباشد مثل شما به عقل نیستم که ظلمی به خلقم کرده رو، جانهای گرفته و خانه‌های سوزانده‌ام را خدمت به خلقم شما را. در این خوب دشمنی نی و برادری باید باشد. بزرگانمون با ما چنین تعلیم داده بودند. اکای بهرو، من میروم اکا. برفین میروم نگوی. آنها تو رو میپرونند. آنها رحم ندارند. نه اکا، من میروم. از شما خواهش دارم با مادرم خبر دهید. برفین به شهر رفت گوید. مایلش. لیکن احتیاط شو. از وادی نگذر. با دقت باش. فهمیدی؟ آنها تو رو نبینند. تشکر اکای بهرام. خدا از شما راضی باشد. برفین خودت رو احتیاط کن. برفین با کجا رفتنی؟ آخر من با تو فهمانیدم. چی؟ تو از جانت سر شده ای؟ خودت رو کشتن میخوری؟ سرده مرا. سرده میگویم. نه از این برادر. جدی ها نمیگوریزی. از این برادر گریستن نمون. برادر نمون که گریزد. از این دارو را. با کجا؟ رفتن میخواهم. از اینجا نمیگریزی. در اینجا با ما میمانی. از اینجا فقط مردت میبراید. هرچین بگیر. کنی رفتیم. نمیخواهم. سردید مرا. این چه چی کار است؟ نخواد یک دختر از دست تو بریزد. دیگر تکرار نمیشه. دختر میگون. چه است؟ این دختر را خوب تعلیم میدهی. خوب شده سینم. دیراو. این چی کار است بدی؟ نرویم. بهوده کوشش نکن. اکنون تو یکی از سربازان تشکیلات هستی. من این کارو نمیکنم. میکنی.
تو را در مدتی کوتاه‌ترین یک جنگاوری برهم میکنم. عزیز نه بچه چه؟ این دختر در اختیار توست. من تو را فهمیدم که چه؟ خیلی هم زیبا بوده ای. و تو کار کردن نمیزیبد. در اینجا بنی گفتن حق نداری. بهرام چی شد؟ تو چی درد داری؟ از تو میپرسم نمیشنوی؟ این چی حال است؟ برای چی مثل کودک گریه میکنی؟ مثل کودکان در اینجا نشسته گریه میکنی؟ از دست دیگر چی میآید؟ با تو بر اینها دولت آن طرف ایستد یک خیمه هم ساخته نمیشود. او فقط فرمان دادن رو میداند. دولت این خیل ساخته نمیشود. چیکار کردنشان نامعلوم است. در زد و خوردی گذشته چند کس مرد؟ پروا ندارند. بله راست میگویی. هیچ کس پروا ندارد. اگر مریم هم هیچ کس غمی ما رو نمیخورد. بیهوده پس چرا بمیریم؟ به من گوش کن. اگر همین خیر رفتن گیرد هیچ کس نمیماند. همه میگریزند. و فکرم خورسندت خاله مریم که بدری آمده است. میگویند که چنان جوانی زیبا شده است از دیدنش سیر نمیشوید. خدمتش به نزدیکی تمام میشود. بله دخترم، خدا خواهد به نزدیکی تمام میشود. خودش گفت که مادر جان کم مانده است. خدا به مرادش رساند. به نزدیکی جواب میشود. خودش هم در همین نزدیکی هاست. کاش یک بار دیگر می آمد که جوراب‌هایش را می‌دادم. خالای جلو سربازا آمدن. چی؟ سرم راست میگویی؟ البته راست میگویم خاله جون. خدایا دختر با یک طرف است. سرم آمد. یک طرف است. سرم آمد. گوش کن پسر جانم. لابای خاله. من پسرم را میکوبم. آن را نمیبینم. این جوراب را دادن میخواستم. زمستان خنک است. جان مادر باز خنک نخورد. خوب شده است خاله جان. نام پسرتان چیست؟ نامش بدری سلام. برای چی خاموشی پسرم؟ مگر پسری مرا نمیشناسی؟ همین خیلی یک جوان زیبا و خوشقد و قامت است. یک دقیقه خاله. سردارمان در درون است. من با او خبر دهم. آقای طاهر، یک سرباز شما رو دیدن میخواهد. بخیر است دیلو. خوب دعوت کن در رویت. مرحمت. آقای دکتر، یک شهید داریم. باید به خانواده‌اش خبر دهیم. سردارمان خواستند که شما نیز در برمان باشید. کی بود است؟ بدری سلام. خدایا، پسری خاله مریم. خیر آقای قماندان، در کجا بودن پسرم رو نمیگویید؟ پسرتان در اینجاست مادر. این طور باشد برای چی نامد؟ بخیر است دکتر؟ مرحمت آقای دکتر. دیلا، برای چه شما در اینجایید؟ برای چه دکتر آمده است؟ یا یگان ناخوشی روی داده است؟ بدری خیلی عسکر شجاع بود. در هر عملیات قهرمانانه می جنگید. به سلاح و دستان هجوم کردیم. بدری به مثل شیر به دشمن هجوم کرد و قهرمانانه
شهید شد. همدردیم را قبول کنید. پادری نه وای زبردست وای بدری وای پسرکی شیرین مادر وای پسرکم کدام ظالم تو را فرا خواهر آی کاش که میبردم و این روز را نمیدیدم گوی که پسرم نمرده است و من دان گوی که پسرکم نمرده است وای زنده است پادری وای پادری خدای مریم خدایا پسرکم وای پسرکی شیرینم کدام دلو ظالم یک دل روی تسکین یهنده زودتر دلو او پادری پسرم بدری بدری ای نازنین به تو خوراک آوردم. نمیخورم. این خیر نمیشود. گرسنه نشستنی تو را دیده دیلم میسوزد. نمیخواهم گفتم. نمیخواهم. رو از اینجا. ببین چه خیل غذا بردم. نزدیک نشو میگویم. نمیخواهم. نمیخورم گفتم. چه خوشبویت را از نزدیک دیدم. نشو از اینجا. نرس با من. نزدیک نشو. تنها مویهای نرس برو. سرده مرا. سرده میگویم. سرده. نرس. خوشم از اینجا. درشم. خب از اینجا. سرده مرا. تو خموش. سرده. تو چی کار میکنی بیناموس؟ داری تو چه؟ اون با تو کی میشه؟ گوش کن عظیم، این دختر هم دههای من است. با اون نزدیک نشو. وگرنه پوستت میکنم. بمونه. اکی بهرام مرا از دست این ظالمون نجادی التماس. بعدی به اینجا افتیدن نجات یافتن دشوار است. اکی بهرام با مادرم در اینجا بودنم رو خبر ده. با او گوید که مرا از اینجا نجادی هست. این دفعه راهی خلاصی ندارد. آن دختر را با دستان خودم میکشم. مایل سینان، اما برای چی نخست دختر را اینقدر بد دیدی؟ چی گپ شد؟ فرمان را تحلیل نمیکنند، اجرا میکنند. بلا زند، خیلی زیادم خیلی. سربازان در دهند. رئیس زنگ میزنند. نبای گبزن رئیس. دیدیم سربازان رفتند با ما خبر رسان. مایلش تا باز دید. چیکار میکنیم سینان؟ با غربر میگردیم. شب را در همینجا روز میکنیم. همین که سربازان رفتند دختر رو از گلیش میداریم. سبب در اینجا ماندن طاهر در چیست دیلو؟ من نمیدونم. اگر به شما نگفته باشد من از کجا میدونم؟ دیلو دخترم، خانم رابیه بیگانه نیستند. مادرش میشوند. میخواهند از احوال پسرشون باخبر باشند. یگان گفتنی داری و از ما پنهان میداری. نه. از برای خدا دخترم گپ زن. یا اینکه به خاطر تو اینجا ماندنی. چی؟ شما چی ها میگویید خانم رابیه؟ البته برای من نه. دخترم تو خفه نشو. این خیل شدنش ممکن؟ این عشق است. شاید دردی دختر تو باشی. نه، او از برای من اینجا نمانده است. قسم میخورم که سببش من نیستم. دخترم هیچ گپ نه. من هیچ چیز نمیگویم. فقط من میخواهم دانم که چرا طاهر از این جایگاه رفتن نمیخواهد.
گوش کن دخترم، اگر تو را دوست داشته باشد خیلی خوب. نه گفتم، نه خانم رابعه، او مرا دوست نمی‌دارد، او زینب را دوست می‌دارد. چی؟ التماس این گپ بین خودمان ماند. این را باید نمیگفتم. التماس این گپ در همین جا ماند. حالا همین طور گوی، یعنی گپ در اینجا بوده است. ببخشید من باید روم. باید با آقای طاهر دارو برم. میلش رو دخترم. از برای زینب بوده است. اکنون چی کار میکنیم؟ آمد به سرم از آن چه میترسیدم. دختری بیشاگی ها را دوست داشته است، دختری دشمنم را دوست داشته است. خانم رابعه، این دختر حالا هم در دهه گشت ایستاده است. باز در خانه مریم بوده است. بس کنید، با ما چی اکا؟ با ما چی؟ تو فکر دیگری نداری. اینش با ما چی، ویش با ما چی. پروایی کسی نمیکنی. باز یگان بلای به سرمان می آورد. خدایا ما را نگه دار. اجازه دهید. دیلا داروهای فرمودم را آوردی؟ آوردم آقای دکتر. علی جانم. آماک کنی از جویت خیز. و این نگره چخیل براحت خواب است. چی شد است آماک جون؟ مادامی که ناموسی ما یک تیم شده است، خواب رفتن برایمون حرام است. اما پدرم گفتن که پدرت دروغ میگوید. در نزد مردم سرمان پس نشود گفته این کار را کرده است. تو به من گوش کن. آن دختر به عائله ما داغ سیاه آورد. اکنون پاک کرده ناموسمان بر دوش توست. آن دختر را بکش علی، بکش. مریم چه حال دارد آقای دکتر؟ خوب نیستند. به این هم بیمار بودند. بیچاره مرگی فرزندش را چه خیلی تحمل میکند؟ آقای طاهر به او داروی آرام کننده دادن بابا. این شهید را با گناهی تو عذابه ایسته و خدای برادران، این چه حال است؟ شما چه کار میکنید؟ اگر دکتر خائن نبود مگر من با او گپ میزدم؟ دکتر خائن نیست، من با او کفیلم. من چی گفتم را میدانم. اکنون از اینجا روید و جنازه تیاری بینه. با جنگ کار بود نمیشود. روید نیستید. شهید شدنی بدری مردم را بسیار هم به غضب آورد. با یاری خدا به یگان مشکلی او را به خاک می سپاریم انشالله. همتان دانید که خائن را در این دهه پناه دادن نسبت شهید دشنامی بزرگ کردن است. و شما می نگرمو ای اگر من جوان می بودم. چیکار کنیم رئیس؟ شما گپ زنید. با این خائن چیکار کنیم؟ او را کشیم یا لطفی بش کنیم؟ عذابش را دهیم. آن طرفش رو من نمیدونم. شما کم نیستید. هر چی خواهید کردن گیرید. من در براتان میشوم.
دار ابایگیچه من نمیتونم کنی دار نمیتونم ابایگیچه راست دار نمیتونم کنی نشان گیر انا همین طور بعد نشان گرفتن راست به هدف کلنگ را زیر میکنی فهمیدی؟ من نمیتونم میتوانی گفتم میتوانی انا همین خیلی سخت دار من این کارو نمیکنم ترسان چه کنی به من نمیتونم ابایگیچه انا نگاه کن چخل میپرونم دیدی هدفم دار گفتم انا همین طور دار مرا مجبور نکنید نمیتونم مورچه را آزار ندادم انسان را چی طرف برونم دیق چرا نمیتوانستی آزار نمیداده اما آنها آزار دادن را میدانند خدایا توبه تو هم مثل آنهایی هستی که به این چشم پوشیده روی میگردانند لیکن تو این کار را میکنی اکنون تو یکی از سربازان تشکیلات هستی فهمیدی میگویم عظیم او را گرفتن بر همچنین جزا را تشنه و گرسنه نگاه فهمیدی نوبتی که داد نزن رم از اینجا وزیرکای بهرام را جغ بزنم حالت بد میشود کنه رو مولد را کش مای زیبایت را بینم اکای بهرام از اینجا نیست در اینجا کارها همین خلاص رم از اینجا دفشم چی واقعا؟ همش خوب همین خیلی داد میزند او رو از اینجا دفت کنید مرا با حالم نمیگذارد دیگر کار ندارم که تو را پاسبانی کنم اوف دختر تو منو بیزار کردی خدایا من از اینجا پسرم خوبی مریم جانم آروم شدید خوبی مریم آی پسرم آی جگرم آی پسرم بدري أنا جانم وقت کشتن خائن رسید. بابا ابراهیم سلام علیکم. و علیکم السلام. شما گفتنی دورم. نامزن خیلی. یک دقیقه علی دایر پسرم گفتنی دارم به من گوش کن. این کس از دهه همسایه احوال خیلی وزنین سردار دهشان انسانی خوب است بیمار شده است او را همه دوست می‌دارد از تو یاری می‌خواهم. هیچ گپ نه بابا ابراهیم حاضر می‌رویم. خدا از شما راضی باشد. از پا در درآمدی دهه بیایید زودتر رویم. تو رفته مرا انتظار شو من داروها رو گرفتم میآیم. مایلش آقای دکتر. از آن طرف گذارید. یعنی ایستا دکتر. وقتی حساب کتاب رسید چی میخواهید؟ رفیق خانی تو
برادرمان بدری را به قتل رسانیدند. جواب این کارت را بدهید دکتر. شما خطا میکنید. من با سلاح به دستان همکاری نکردم و نمیکنم. باز اقرار نمیشود. شما دیوانه شده. چکار میکنه؟ در یک طرف جنازه میبرند و شما باشید شرم نداشته همدیگرتان را میخورید. کنیستید، یک طرف ایستید. حالت خوب است دایر جان؟ خوبم بابا، خوبم. تو رو پسرم، بیمارت انتظار است. شرم دارید، ای بس. اون کسانی را که شما رفیقانش میگویید پدرش را کشتند، با وجود این او از دهان نرفت، ما را نپرتافت. چرا شما به این تهمت ها باور میکنید؟ عقلتون را کار فرمایید. شرم نمیداره. پراکنده شوید. روید به خانه‌تان روید به خانه‌تان روید. ای خدا من با تو چی گفتم رئیس؟ با این مردم چی شده است؟ باید همه دانند که طاهر بیگناه است. بله بیگناه است. هر یک مراتب دخترها خواهی شمردند. لیکن چیکار کنیم؟ بدی کار در جنجال مردم ده همان است. طاهر، من برای با تو صحبت کردن آمدم. بد کم میزنی مادر جون. پسرم، با تو چی شد؟ تو را کی زد؟ تنیم زد؟ هیچ چیز نشده است. چه خیلی هیچ چیز نشده است؟ یک به خودت نگاه کن. دیلا رو زود یافتن در کار تو مادر، رو بندن. در دهه همسایه یک بیماری وزنی نیست. رویم رو شسته به آنجا میروم. با این احوال تو را به هیچ کجا رفتن نمیمانم. مادر، التماس. بدری، بدری، جانی من، جگرک من، کدام خواهین تو رو فرام، خاک بر سرت فرام، چراغ خونم خاموش شد فرام. کجا بودی؟ وقتی مرگ برادرت در کجا بودی؟ آنها برادرت را کشتند. که عقلت به سرت میدراید؟ پسری بدبختم، کم زن. چی میخواهید؟ چی درد دارید؟ این مردم به شما چی کار کردند؟ گناه نیست مگر جگری مادران را پاره پاره میکنه. پسرم بس کن، به گپ مادرت گوش کن. توبه کن برام، توبه کن پسرم. به خانه برگرد برام. ترساندید. خوش آمدید رئیس. خوش باشه. سینان همینجاست؟ در درون است. جرزن. رئیس آمدند. سلام سینان. سلام. سینان، با تو صحبت کردن میخواستم. چی واقعه رئیس؟ یگان گپ داشتی؟ چی گفتن میخواستم؟ میدانید این دفعه دختر را زنده نمانید میگویم. خاطر نشو رئیس، این دفعه شبانه میآیم، به یگان صدا میگیرم، بعد در سرش تردان را خالی میکنم، حتی نفری نمیشنم. خیر، با شما برای کار.
زینب دخترم لبای گوش میکنم. با تو صحبت کردن میخواستم. مرحمت خانم گوش میکنم. پسرم در این دیه از بلا خلاصی ندارد. طاهر را امیدوار نکن. بگذار پسرم را گرفته روم. من کسی را امیدوار نکردم. برای رفتنش همه کار رو کردم و هم او با من میروم گفته بود. با این بچه چی شده باشد؟ با او چی کار کردید نمیفهمم. در آخر از فکرش گشت. باور کنید خانم، بین من و طاهر هیچ چیز نیست. همه گپ‌ها دروغند. با ما تهمت کردند. باور کنید دروغند. شما چه فکر دارید خانم رابعه راست میگوید؟ نه، او هم طاهر را دوست می‌دارد. ما با بیشاگی ها دوای خونی داریم. از آنها دختر گرفتن و اون طرف ایستاد جانمان را خلاص کنیم بس است. این را بینید خانم رابعه. پسرم دختری حقدارم را دوست داشته است. وای بر حالم. اکنون ما چی کار میکنیم؟ برای چی به خانه من سنگ میپرتایی؟ بگونه نیستم خالای زلال. تو پسری کلانی خالای مریم هستی؟ بله. همدردیم را قبول کن. برادرت میدونم خالای زلال. در سنگ پرتافتن درباره برفین خبری نوشتم. نخواد. از برفی؟ در کجاست؟ او را دیدی؟ بله دیدم. دخترم خوب است بهرام. او در کجاست؟ چی میخورد؟ چی میپوشد؟ به من گوی پسرم. با دست سلاح به دستون اسیر افتاده است خالای زلال. برفینم چه خیلی به دستی اونها افتاد. باز آن ظالم ها به دخترم ضرر نرسانم. بهرام برفینم را نجات ده. التماس او را نجات ده. او را نجات ده. بهرام دخترم را نجات ده. انتظاری خبری تو میشوم. در مسئله مکتب جستجو کردم رئیس. به سینان این خیل امر نآمده است. میدانم سردارم، ولی کمی پیشتر میخواستم به نزدتان آیم، اما میدانید که این کار امکان ندارد. تو شف نگفته شفتالوی گپ را گوی. سردارم، سینان برای فایده خودش به تشکیلات خیانت کرد. چی؟ چه خیانت؟ حاضر میفهمونم. بده حاضر سینان. من چی پس خاموش شد؟ خم را کفاندی. بیا. چی شده؟ چی میخوای سینان؟ برای دستگیر کردن این دکتر با ما میروی. برای چی؟ تو این را خوبتر میدانی. رفتیم. دکتر در اینجا نیست سینان.
من از کجا دانم بابا؟ از بیشاگی ها گریخته، به دستی سلاح به دستان افتیده است. به استانبول رفتنی بود، میخواست از غم خلاص شود. دختر بیچاره. آرام شو زلال، آرام شو. این را به تو کی گفت؟ در کوه بودنش را از کجا میدانی؟ نپرسید بابا ابراهیم، گفته نمیتوانم. در کوه بودنی دخترم انیق است. بازان ظالمان به دخترم ضرری نرسانده باشم. شاید او را هلاک کشته باشه. التجا میکنم به من کمک کنید. میلش دخترم زلال، سحر با پلیس خبر میدهم. با خواست خدا ضرری نرسیده او را نجات بدهم. شام بخیر. خوش آمدید خالای زیلو. بخیر است خالای زیلو. دخترکم برفینه در دستی روزنها اسیر شده از دلم. چی گفتی؟ دخترم در آنجا چه حال داشته باشه؟ از برفین چی میخواند بابا؟ او را چرا اسیر گرفتند؟ کاری که با دیگر جوانها کردند با او هم کردنی اند. شاید او را هم مثل خودشان سلاح به دست کنند. خدایا کمک کن. این چه خیلی میشود بابا؟ آخر او خیلی جوان است. برای آنها جوانان و کودکان ضرورند. خدایا برفینم را در پناهت نگاه دار. خدایا میترسی نزدیک مثل نشو. آهو در نزدیک نزدیک نشو بابا. نشو. نزدیک نشو. نزدیک نشو. نرس بابا. نرس میگویم. نشو از اینجا. نظر میگویم اگر گردنت رو میبرم از من خلاصی نداری. عظیم با بیرون برو. کچه با بیرون برو گفتم. ناموسم رو نجات دادی. تشکر. چکل ناموس؟ ناموسی گفته از چیست؟ عرف و عادت و عقیده های دینی هست. امروز من تو رو از دستی و نجات دادم. فردا چی کار میکنی؟ کی نجاتت میدهد؟ انا این رو فکر کن دختر. خدایا شما چه میگوید؟ بیدار شو دخترک، بیدار شو. اینجا قانونهای خودش را دارد. در اینجا دین و ناموس به کار نمی رود. فهمیده گیر، فهمیده گیر. اکای بهرام. اکای بهرام. اکای بهرام. اکای بهرام. با من کمک کنید. از برای خدا کمک کنید مرا از اینجا گریزانید. اگر کمکم نکنید یک تیر از پیشانیم زنید. اکای بهرام. گزوم وای یاری دید. تا بزن که میپرانم. دکتر در کجاست؟ از تو پرسیدن کنی گردن؟ نیست. بدیهای همسایه من از بیمار رفت. رفتیم بدی رفتیم. دکتر به دهه‌ای دیگر رفته است نیست. تزیق نشو. هیچ گپ نی. در درون مادرش هست. تو رو گرفته بر و باز خدشه نوشته ما دویده از پستون نیاید. راست میگویی. رفتیم بدی.
دیدی گیره در آوازت را برای آه دکتر جزایت را میبینی کنی جسوریت را نشان ده مادرت را خلاص کن ببینیم نمیدونم چرا طاهر از دیها نرفت. من هم نمیدونم زینب. دیلا با آقای طاهر در باره تو هیچ چیز نگفتم. با من باور کن. سیرت در من پنهان مونده زینب. مایلش دیلا با تو باور میکنم. تو نمیدونی حاضر طاهر در کجاست؟ با دیهای همسایه رفته است. خوش بیمان دیلا. زینب مشکلی دارد؟ نه همین خیلی نزد من در اومده بود. مادرم همین جویند؟ نه ندیدم. خیلی خسته شدم. به خانه میروم کمی استراحت میکنم. البته استراحت کنید آقای طاهر. به این در چی شده است؟ مادر در کجایید؟ در اینجا چی واقعا روی داده است؟ جایم رو میدانی دکتر. اگر نهایی دانک مادرت میمیرد. سینان همین خیلی هم ممکن است. در دست سلاح دارند خودشان را کم که گمان میکنند اما زورشان به بیچاره کم بغل میرسد. آنها ترسان چکند. بابا جان اما کی رئیس اومدم. تو به خانه در عمر. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر است بابا ابراهیم؟ واه این چیست؟ این چی خیلی میشود؟ مادری دکتر را دزدیدن؟ واه ظالم ها. از این زنی بیچاره چی میخواهند آنها؟ اکنون چیکار میکنیم؟ باید در حال به سربازان خبر دهیم. مایلش اما آنها تو را میخواهند. اگر سربازان را دعوت کنیم خطا نمیکنیم دکتر؟ خواستی سینان میشود. من به نزد او میروم. شما زود به سربازان خبر دهید. ایستا پسرم با کجا میروی؟ دیگر چاره‌ای ندارم. اگر نروم مادرم را میکشند. بچه کار قادر بودنشان را دیدم بابا ابراهیم. آخر آنجا خیلی خطرناک است آقای طاهر. درست. اما اگر نرود این خائن‌ها مادرش را میکشند. و خدا آقای طاهر راست میگوید. ایستا پسرم طاهر. داودلا دو از پسی رو. آقای طاهر. چی میخواهی دیلو؟ بابا برای خیلی رفتنتان زید هستم. حداقل به کجا رفتنتان رو گویید؟ در درای نهری من رو به یک غار برده بودند. با فکرم جای گفته سینان همان غار است. با اونجا رفتنتان خودکشی است. مجبورم دیلو، مجبورم. خدایا با او کمک کن. مادامی که دکتر و سینان شرطنامه بستند چرا سینان چنین فریبگری میکرده باشد؟ شما فریبگری میگویید؟ مگر به لفظ آنها باور کردن ممکن است بابا؟ با گمانم سخنانی به تو گفتن را دیگر کسی نشنیده است. همینطور نه؟ توبه. به کسی یک کلمه هم نگفتم. به خدا سیر در بین خودمون است. آقای طاهر به وادی نهر میرود. در آنجا یک غاری بوده است. باید در حال به سربازان خبر دهید. کی میداند حاضر آنها در کجایند؟ تا آمدنشون وقتی زیاد میگذرد. این چه گپ زنی از رئیس؟ با تو گفتم زنگ مکتوب آوردم بچه ها. درسون ریزالی اینجایم. ارکان اسمت او نوبتدار است. من میرسونم. این بسته برای محمد. با کدام محمد؟ محمد ترک و محمد کورد؟
برای کداممان سردار؟ از کدامتان بودنش را نمیدانم. نسبش نیست. این طور باشد از هر دومان است. کنی بیا ببینیم. کنی کشو. این چندمینش است. گویا که دولت با ما نمیداده باشد. مگر مادر رو میفهمند. خونو که از گفته خواطر میشوند. چی فکر داری محمد؟ مادری کدامی از ما فرستاده باشد؟ مادری کدامی ممکن نباشد مگر یگان فرق دارد. بینمون فرق نمیگذارند. ما رو یک محمد نحسابند. درست. مگر برادر نیستیم؟ خدایا توبه. ترک و کرد با هم برادرند. پس ما کی هستیم؟ تو چی؟ تو برادر ما حساب نمیشوی؟ البته میشوم، لیکن این را هیچ فهمیده نمیتوانم چون که سلاح در دست اینجا ایستاده ایم. ما در این خاک 1000 سال هاست چون برادر زندگی میکنیم. چون گوشت و ناخون گشته ایم. اما اکنون اکنون چی میشود؟ چی میشود؟ تمام مردم دنیا میدونند که این سرزمین با برکت و پرگنج است. از این سبب ما رو راحت نمیگذارند. از همه راه آسان به دست آوردن گنج این برادر رو با برادر دشمن ساختن است. کسانی که به این زمین چشم علا کردند الها کور شود. کور شود برادر، کور شود. ما باید از یک گریبان سر براریم که دشمن میان ما ندرآید. چند نفر بودن اون دسته سلاحداران را میدانید؟ با گمانم سینان 40-50 آدم داشته است کماندان. اما به دیها هر بار با 5-10 نفر می آمد. دختر را با کجا جیغ زدن میدانید بابا؟ با وادی نر به درون یک غار. وادی نر؟ فهمو بابا ابراهیم. انا در اینجا سردارم. تا آنجا 3 ساعت راه است. باید زودتر به آنجا رویم. خبر کنید همه آماده شوند. اطاعت سردارم. محمد تو امروز نوبت داری. اما من خودش چی گفت محمد؟ این دو محمد از هم جدا نمیگردن سردارم. خب جایی وز کنید. علی تو در اینجا پاسبانی. ای تو عرفی سردار. شما مثل دوگانیک هستید. همه برفتن آماده‌اند سردارم. مادری دختر در آنجاست. باز دختری با نام برفین هم در دستشان است. آنها در دست سینانند. بله. همه از پس من. کنی خیلی دختر چی بخوایی؟ گرچه تو رو جغ میزند. برای چی؟ تو را که جیغ زدن سوال نداده میروی فهمیدی؟ راه گرد بیشتر راه کنی گرد کجا گرد زودتر نگاه نکن که چه در کجاست؟ آنه در پس زنگا رفتیم میگویید که دختر برای به آن ظالمان تسلیم شدن رفت بابا؟ چکار کنم؟ به مادر ضرر نرسد میگوید. اسکران هم در راهند. با خواست خدا آنها را دستگیر میکنند. انشالله هم برفین و هم خانم رابیه را میارند. بیا خودت را زیغ نکن. دو فرزندم در دست آن ظالم هایند. چیکار کنم نمیدونم.
آفرین دختر. من تو را در حقیقت با عقل می‌حسابیدم. مادرم کجاست؟ با پای خودت به مردن آمدی. مادرم کجاست؟ راگر تکت را. درو کچه در کجاست؟ قدم کچه درو کنیا خوچه بینم چی کار میکنی؟ سرده مرا. این دفعه من راهی خلاصی نداری. سرده مرا نزدیک نشو با من. سرده میگویم سرده دیگر تو را هیچ کس از من نجات داده نمیتواند. نرم سرده میگویم نرم سرده درشم. بهرام بله بهرامم. زودتر برفی میگریزیم. بهرام تو چیکار کردی؟ از برای یک دختر شده یکی از آدمانمون را پراندی. تو چی گفته کیچه؟ آیا میدونی که برادر جانیم را کشتم؟ با شما بده همون هجوم کردم. خیش و تبارم را اذیت دادم. مردم را به هم جنگ انداختم. مرگ به من بر اینها. ما با این کار چی را به دست میاریم؟ نه کیچه نه. هم تو و همان خطا کردیم. یک طرف است کیچه. از این پس این جنگ بیمانی را دوام نمیدیم. یک طرفی است. بیا اگه بارو خیز راهگر زودتر راهگر اشتهای تو آمدی. بیا با ما چای نوش. نه تشکر نمیخوام. بیا خیزبان گذشته شید. بذار خیزبان شید. تشکر. وایسا با خیزبان چای بیا. من یک کپ داشتم. بعد برای از خاله مریم میروم و او کمی خوراک میبرم. بیچاره زن. مایلش تو اول گپت رو گوی بعد همراه نزد خاله مریم میرویم. دخترم تو زود نانی گرم پس به خاله مریم میبریم. کنی با چی گپ آوردی؟ بگو خیزبان. باز مرا خبر کش نگویید؟ نه نمیگوییم. مایلش سلاح به دستان مادری دکتر را دزدیدم. واه اکنون چی می شود؟ آنها از حد گذرانیدند. این چی رفتار است؟ یک خدشه ماندند. دکتر رو میخواستند. دکتر باشد تنها به نزد سلاح به دستان رفته است. خوب شده است. انشالله دیگر بر نمیگردد. اماک شما میفهمید چه ها میگویید؟ آن دختر دشمن عائله ما است. در بین این دختر و دختر چیزی هست گویم تو باور نمیکنی. دیدی انا اثباتش. خدایا توبه. و چرا به اونجا رفت؟ این دفعه رو میکشند. شما اینجا مانید راگر.
مادر جان یک طرفی میگویم برای چی آمدی تو را میکشند؟ مادرت راست میگوید دکتر. برای چی آمدی؟ نترسید مادر جان، آنها مرا نمیکشند. با من بیا دکتر. بیا راه گرد. پسرم داد نگوی و دادت کسی نمیرسد. راه گرد. نمیکشم. البته بیمارم و تو محتاجم. دکتری احمق مرا فریب دادی. بیمار هستی میمیری گفته مرا فریب دادی. بعد شرطنامه پنهانی امان را به همه خبر دادی. دکتر با من رفتاری بد کردی. این سر را به گوش تشکیلات رسانیده. میخوای که آنها مرا پیش کنم؟ اگر زور از تشکیلات پیش کنند با من چی فایده؟ برعکس نه نباید اینقدر با آسانی بمیری. جزایت خیلی وزنین است. مادرش را بیارید. اول در پیشی چشمانت او را میکشم. این عذاب را نکشیده نمیمیری دکتر. مادر بابا این کیست؟ مادر و بهرام مانند است. حالش خوب نیست، یاریش کن. بهرام پسرم، این چه حال است؟ بابا مرا ببخشید. پسرم با تو چی شد؟ این را با تو کی کرد؟ کی تو را کار زد؟ خودم زدم بابا، من زدم. خودم زدم، کسی دیگری نیست. بابا مرا به نزد مادرم برید. یشار بردار. مادر سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله بهرام با تو چی شد بهرام؟ مادر جان بخشیدم تو را بخشیدم بهرام. و خونه برگشتی بخشیدم. بدری منو ببخش. بهرام بدری برادرم رو من کشتم. من برادر کش هستم مادر جان. خدایا این چه روز است؟ این چه بلا بود؟ تو چه ها میگویی بهرام؟ تو چه ها میگویی پسرم؟ تو چه ها میگویی؟ چه ها میگویی؟ چه ها میگویی بهرام؟ بهرام 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 بدری نالهی کدامتان را کنم پسرم بدری چی کار کنم؟ گویید خونخواران برای چه پسرانم را کشتم؟ چه فایده بردم؟ اکنون من چه کار میکنم بابا؟ شما گویید من چه کار کنم؟ سرم را گرفتم و کجا روم؟ پسرم پسرم
خدایا توبه. مادرم رو رها کنه، نیسته او گناهی ندارد، او از این خبر ندارد. مادر جان ایستا سینا. او گناه ندارد، اما گناهی تو زیاد است دختر. ببین مادرت از برای تو میمیرد بیچاره. مادرت را من خودت میکشی. نکنه مادر جان. فیلمی آوازه‌دار قیامی روز بعد جهانگردی ها، بعد غرب و شرق، اروپا و آسیا از استودیوی سیما دسترس کنید. قیامی روز سرجایزه ترین فیلم در استودیوی سیما. اگر زن من شازده چیکار میکنم؟ پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانیده شد.